الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، الله رب العزت و الجلال را حمد و ثنا و ستایش میکنیم که به ما بندگانش توفیق داد که دهه اول و دهه دوم ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم، عبادت بکنیم، تلاوت قرآن، ذکر و صدقه و نماز تراویح، سبحان الله، این عبادت ها را داشته باشیم. از الله دعا میکنیم که این عبادت های ما را قبول بکند و در روز آخرت سبب نجات ما و شما گرداند. اما آگاه باشید که دهه آخر، بارک الله فیکم، یعنی دهه سوم ماه مبارک رمضان، بعد از فردا داخل می شود. فردا کسانی که نیت به اعتکاف دارند و شرایط نشستن به اعتکاف در مساجد دارند، پیش از غروب آفتاب باید نیت اعتکاف بکنند و به مسجدها داخل شوند. و این قول جمهور علمای اهل سنت در جماعت و از این جمهور علما 4 مذهب است که میگویند اعتکاف نشستن در دهه آخری ماه مبارک رمضان این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که ترک نکردند و این یک عبادت دیگر مخصوص در دهه آخری ماه مبارک رمضان است که انسان باز حرکتش، باز عبادت کردنش و باز ذکرش و سبحان الله در یاد الله بودنش سختتر و زیادتر از این 20 روزی گذشته می شود. یعنی خودش را باز به الله سبحانه و تعالی نزدیک می کند. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دهه آخر در روز 20 روزه‌داری پیش از نشستن آفتاب شب 21 روز 20 شب 21 پیش از نشستن آفتاب، پیش از غروب آفتاب نیت اعتکاف میکردند و به مسجد داخل میشدند و تا روز آخرین ماه مبارک رمضان، دهه آخر، یا 29 روز یا که گفتیم ماه مبارک رمضان یا 29 یا 30 روز میشد. و در این آخرین روزهای ماه رمضان دهه اخیر هم اعتکاف، هم شبهای لیلت القدر و هم سبحان الله نماز عبادت و قیام و دیگر عملها را انجام میدادند. و من و شما وظیفه دار هستیم که از پیامبر صلی الله علیه و آله اقتدا بکنیم و از این اجر و پاداش های زیادی که الله سبحانه و تعالی به ما نصیب کرده است و به ما فرصت داده است با نصیب باشیم و از این فرصت ها استفاده ببریم و وقت های خود را غنیمت شماریم و بدانیم که دهه اخیر دهه است که باید بیدار این شبهاش را بیداری بکشیم و ذکر بکنیم و دعا بکنیم و تلاوت قرآن بکنیم و دعا در حق علمای اهل سنت در جماعت و طالب علمان اهل سنت در جماعت و امتی مظلومی اهل سنت در جماعت. البته امتی مسلمان باید دعای داشته باشیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. و البته حجتی داخل شدن به اعتکاف در روز 20 رمضان شب 21 پیش از غروب آفتاب، این حدیثی است که امام بخاری و مسلم روایت میکنند از مادرمان عایشه رضی الله عنها که میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اعتکاف داخل میشدند فی یوم 20 لیلة 21، یعنی روزی 20 شب 21 پیش از غروب آفتاب. بارک الله فیکم.